سلام، میخوام توی این ویدیو بهتون یاد بدم که چجوری توی گوشی اندروید بتونین کد نویسی کنین، کد جاوا بنویسین و در نهایت با یک کلیک به فایل APK تبدیل کنین که قابل نصب روی همه گوشی‌های اندروید باشه و قابل انتشار توی مارکت و بازار یه سایت ایرانی باشه. مرحله اول اینه که برنامه اسکچور پرو، یعنی این برنامه رو توی گوشیمون داشته باشیم. این برنامه که آیکونش هم یه اسه که پایینش نوشته پرو رو داشته باشیم و ترجیحاً باید اسکچور پرو باشه چون قابلیت خیلی بیشتری داره و رایگان از همه قابلیتش میشه استفاده کرد. اسکچور پرو رو میتونید از سایت‌های ایرانی توی گوگل، مثلا سایت ایرانی مثل فارسروید یا سایت ایرانی دیگه دانلود میکنیم. خب وارد اسکچور پرو میشیم، روی نیو پروژکت میزنیم تا یه برنامه جدید بسازیم. اسم برنامه که روی خود گوشی نمایش داده میشه رو باید مثلا میزنیم. برای مثلا میزنیم خفن ترین، به فارسی مینویسم. پکیج نیم هم حتما باید اولش کام دات داشته باشه و بعدش حالا اسم اون فردی که برنامه نویسه، اسم سازنده یا اسم شرکت رو بنویسیم و دوباره یه دات، یه نقطه بذاریم و اسم برنامه رو بنویسیم. بنویسیم کام دات مثلا اپ دات خفنترین به انگلیسی می نویسیم، خفن ترین، یعنی فارسی انگلیسی می نویسیم، ترین خفن ترین، درست نوشتم. و بعدش میایم قسمت پروژکت نیم، باید اسم پروژه رو بنویسیم که اصلا مهم نیست، فقط این اسم پروژه فقط توی اسکچور معلوم میشه که میخوایم وارد پروژه بشیم و اصلا هیچ جای برنامه وقتی که کاربر داره استفاده میکنه یا میخواد دانلود کنه نمایش داده نمیشه. پس مثلا به انگلیسی میزنیم خفن ترین، همینو من کپی بکنم، می‌نویسیم خفن ترین، می‌نویسیم. حالا روی دکمه کرییت میزنیم تا وارد پروژه بشه و همونطور که می‌بینید این صفحه اصلی پروژه‌ای که داخل اسکچور ساختیم هستش و معمولا کسایی که اسکچور دانلود میکنن یا استفاده میکنن برنامه‌نویسا اصلا این بلوک‌های آماده اسکچور استفاده میکنن و اونایی که حرفه‌ای‌ترن بلوک میسازن خودشون با کدنویسی جاوا. ولی ما میخوایم چیکار کنیم؟ ما هیچ کار از این دو گزینه رو نمیخوایم. ما میخوایم خودمون مستقیم یه کد جاوا آماده بنویسیم بدون هیچ بلوکی، بدون هیچ دردسری و اونو با یک کلیک روی این گزینه ران تبدیل فایل APK قابل نصب روی گوشی‌های اندروید و قابل انتشار توی مارکت و بازار بکنیم. پس میریم توی این قسمت، کنار این قسمتی که هستیم میریم اینجا، از اینجا میریم اینجا، روی این گزینه آن کرییت میزنیم و این صفحه میاد که پایین روی این علامت پازل آبی میزنیم و از اینجا اپراتور اپراتور رو انتخاب میکنیم اینجا، یعنی از اینجا میریم روی اپراتور. از اینجا توی گزینه‌های پایین گزینه اد رو انتخاب میکنیم، یعنی این گزینه همین اد نمیدونم چی رو انتخاب میکنیم، روش نگه میداریم و اینو روش نگه میداریم و به صفحه اصلی اینجا روی این صفحه ول میکنیم. پس چیکار میکنیم؟ برمیداریم نگه میداریم روی این صفحه ول میکنیم. الان این دوتا شد، من نمیخوام دوتا باشه. خب بعد که ول کردیم روی این صفحه، روی این قسمت سفید این گزینه میزنیم و فعلا اینجا هیچی نمی‌نویسیم و کد ادیتور رو میزنیم و اینجا یه صفحه کد نویسی میاره که ما می‌تونیم کدمون آماده‌مون رو یا کدی که می‌خوایم بنویسیم و به زبان جاوا و اون رو با یک کلیک به APK تبدیل کنیم. حالا من کدم آماده است.
میزنم. نه این کد آماده است. این کد یه ماشین حساب گرافیکی هستش که روی گوشی اندروید اجرا میشه و ما روی سیو میزنیم، گزینه سیو. اینجا روی سیو میزنیم، بیرون میایم، دوباره میایم رو همین قسمت و روی گزینه ران میزنیم، همین پایین سمت راست گزینه ران. روی ران که بزنیم شروع میکنه تبدیل کنه به فایل APK. بعد میخواید این برنامه رو نصب کنیم، دوباره نصب کنیم. الان برنامه ساخته شد، فقط داره نصب میشه و اینجا سپر ایمنی گوگل پلی میگه که این برنامه قبلا نادیده گرفته شده، یعنی اسکن نشده. حالا ما برای خیالمون راحت بشه اسکن میکنیم تا بفهمیم هیچ مشکلی نداره، هیچ ویروسی نداره و کاملا سالمه. میگه میتونید آن رو نصب کنید، یعنی سالم بوده. نصب رو میزنیم و برنامه نصب شد. روی باز کردن میزنیم و ماشین حساب اجرا میشه. برای تست هم مثلا مینویسیم 10 به اضافه 11 و جواب درست آورد 21. حالا محاسبات خیلی پیچیده تر هم میتونه حل کنه، مثلا اضافه ضرب در مساویه میزنیم و جوابو مینویسه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تو این ویدیو به صورت راحت ترین روش بهتون یاد دادم که چجوری توی گوشی اندروید کد جاوا بنویسیم و تبدیل APK بکنیم که قابل نصب روی گوشی اندروید باشه. به همین راحتی، بدون نیاز به لپتاپ، بدون نیاز به ویندوز و بدون نیاز به چیز سخت، ما این برنامه رو توی برنامه اسکچ پرو ساختیم. خداحافظ. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه.